خب مشخصه منم مثل تو دوست دارم از پینترست برای پرزانته از این فیگورا استفاده بکنم، ولی کیفیتش پایینه. لایک و سابسکرایب کن که یه راه حل دارم برات. خب فیگورمون رو انتخاب میکنیم، روش کلیک میکنیم، اینجا کلیک راست، کپی ایمیج، برو ایلاستریتور، اینجا کنترل وی، اوکی، بیار بالا، اینجا ویندوز رو بزن بالای بالا، بگرد دنبال چی؟ ایمیج تریس، این هاشش، روش کلیک بکن. خب عکسمون رو انتخاب میکنیم، همون منظورم فیگورامونه. اینجا حالت متفاوتی داره، این دومی معمولا خوب جواب میده و آخریش. روش کلیک میکنم، زوم میکنم، یه مقدار درجهش رو میارم پایین‌تر، خیلی عالی. تازه این مثلا آوتلاینش هم معمولا خوب جواب میده، نشون خیلی بیشترش میکنم، رو این بالای خوب جواب داد. دوباره رو همون دومی میذارم باشه، یه مقدار اینو کم میکنم. خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که نگاه کنید الان این به هم دیگه وصله، میخوام جدا جداشون بکنم. آبجکت سمت چپ بالا رو میزنم، اکسپند رو میزنم، اوکی، کلیک راست میکنم روش آن گروپ، دوباره کلیک راست آن گروپ، کاغذ سفیدش رو پاک میکنم. اینا الان به صورت جدا جدا ما میتونیم توی پرزنته ازشون استفاده بکنیم.